امروز اونمو که آمده بود امو بچه به نام اندوکش زاده، این کسی هست که 24 ساعتش کتی احمد مسعود است. این از اینمی که شروع یا فحاش هستن تا به خود از امو بزرگشان حتی فحاشی کرد. گفت که پشتونا یک مشت مردم مچه مزدور هستن، ایتر هستن، اوتر هستن، حالی از او چی یاد بگیره؟ خب کوشش کنه که برادر اینجا به بسته تبار تاجک توهین می شود، میایی خودت از اندوکش هستی، از هر جایی که هستی اینجا مردم بسیار مروت میکنه. اگر نه من اینجا میتونم که عکس زن ربانی را بانم و نشان بتون برات که کی هسته. عکس رزاگل ابام صبر که من بعد از عکس سیاموی میمانم دیگه. نه پشت رزاگل سیاموی نه. من یک بار گفتم که سر ذات زن در لایف ما گپ نزنید بیادر. بد باشه خوب باشه خانم بود برش دو دسته سلام. اگه او برادر عزیز امی عادل سادات و یه دختر از او هنرمند نامش مچم در دقیقه یادم میره اونما شبانه غار اونو 4 سال ما را دو میزنه زنان شما. اینمی زن شما نماینده زنان شما اینمی فوزیه کوفی یک قاچاقبر انسان، قاچاقبر دختر و مواد مخدر بالای بسته قوم ما برادر را ریزه میکنه. اینی مرزی حمیدی برادر چقدر ما را توهین میکنه، کرکت ما را توهین کرد. کدام پشتون دیدیم که بالای از اینمی زنان شما کدام گپ زده باشه؟ چون در مجوهر مرد نباید باشه که بالای زن صحبت بگیره و همینجا هم پشت ریزگل و کتگل و پشت از این چیزا نگردیم. از بسیار ببخشید من مایک خود باز کردم، به احترامی میشه اینجا بزرگوارا هستن. کرکت از پشتونان نیست، از کل مردم افغانستان است. بله مربوط به پشتونش نساز. بله تمام کرکت نه. خب بالای تمام قوم ما میتوین کرد. نه می مردم قوم ما را تورست خطاب کرد. بله از خدا دکتر نجیب تورست بود. خب دکتر نجیب برای شما برادر مکتب و پانتون و هر رقم آزادی داده بود. امان الله خان سعی کو برادر عزیز، به می رقم داوود خان سعی کنین، برادر اشرف غنی سعی کو. در وقت اشرف غنی برادر عزیز قرسک نمیکردن زنایتون، چرا او را برادر توهین میکنین؟ در وقت کرزای برادر عزیز از خر پایین شدین، سر در موتورهای زری نرفتین، نششتین، چرا توهین میکنین یک قوم؟ من سعی که اول من خودم اینه در جمهوریت هزاران سن به بانوهای شما دایر نکردیم، برگزار نکردیم. همین دوره های پرکتیک برادر عزیز از مسئولین شما را ما به دایر نمیکردیم. شرم است که به شما با یک قوم توهین میکنین. مهربانی کنین جانی صاحب. دیگه بزرگوار است، من آوختر آمدم. خب مایهن دوست شما بفرمایین. جانی عزیز گرامی بفرمایید من بعد دنبال شما صحبت میکنم. تشکر، یک دنیا تشکر. سلام عرض ادب خدمت عزیز فولاد عزیز و دوستا مهمانایی که در لایف هستین و دوستایی که زیر لایف هستین. ما را میبینین، خدا کنه که جور و صحتمند و سلامت باشین. عزیز فولاد، موضوع برنامه را دقیقا ما خبر ندارم به خاطر که موضوعات مختلف در اینجا بیان شد. اما یک موضوع به ادامه صحبت های دوستان ما صحبت میکنم، بعد از او اگه کدام موضوع خاص بود روی اون موضوع صحبت میکنیم. ببین عزیزای که بدترین افغانی که حتی جنایتکار باشه، حتی هر چیزی که باشه در افغانستان، من با سگ یک خارجی عوضش نمیکنم. با سگ یک خارجی عوضش نمیکنم. افغان باشه اگر بد است، خوب است، از مس از افغانستان است. دقیقا امروز اگر بالای خانم نغمه کسی گپ میزنه، اگر بالای هر افغانی که کسی گپ میزنه، تو اول اینمی اشخاص را که بالا میاره اینا هیچ کدامشون افغان نیستن، اینا خارجی هستن. بر از اینا هیچ ارتباط نداره، بر از اینا هیچ ربط نداره که اینا بیان راجع به بانو خانم نغمه صحبت بکنن یا راجع به کشور ما صحبت بکنن، راجع به نظام ما صحبت بکنن، راجع به هر چیزی که از افغانیت است در افغانستان اینا صحبت بکنن. اینا خراسانیستن، اینا هزارستانیستن، اینا ترکستانیستن، اینا از هر جایی که هستن میتونن که راجع به کشور خود گپ بزنن. این اجازه را ما به کس نمیتیم که بیان راجع به کشور ما گپ بزنن و دخالت بکنن. مثل از این میمونه که یک پاکستانی یا یک تاجیکستانی یا یک ایرانی در این لایف فعلا بالا بیه و بگویه که من راجع به مسائل سیاسی افغانستان گپ میزنم. همینجا جانی جان بسیار باشه. من از خودت یک سوال دارم. عالم برادر در یک جنجال دیگه بند مانده. ما در مجموع کل افغانای ما، چون به تاسف باید بگوییم که تذکره ما
پاسپورت ما در جیب از اینا هستند، میرن در بس ها متروها با دخترای خارجی ها برادر عزیز توهین میکنن، اهانت میکنن، تجاوز میکنن، بی احترامی میکنن. وقتی که پلیس اینا را دستگیر میکنن، تذکره را میبینن افغانستان، نام بسته افغان ها بد میشن، پتلون پلنگی میپوشن، کلاه پکول میپوشن، لندغری میکنن، دجله سنبوله در امریکا واره جای که اینجا برای ما جای دادن، یا در اروپا یا فرانسه واره جایی که اون مردم بالای کشورهای خود زحمت کشیدن، موترها را رنگ میکنن، وحشیانه خود جور میکنن، برادر عزیز اخلال امن و نظم عامه میکنن، مردم ها را میترسونن. این حال مشکل ما است که ما چطور بتونیم که ما امی خارجی ها را تفهیم بکنیم که گویا اینا بعجال و فریب تذکرهای ما را گرفتن و پاسپورت ما را گرفتن و به نام افغانستان اینجا سرازیر شدن. اینی مشکل هستن. اگر ما اینا را به رسمیت شخصا من نمیشناسم، من احمد شاه مسعود از نگاه تاریخی بر از اینا نشان دادم، گفتم میره دینه بکنه، نون نیست، از مازریکستان است، ولی متاسفانه به نام ما یاد میشه یا دیگه از دیزان که اینجا کسای دیگه که اینا دارن، آلمی اسی به قائم مرکز به نام افغانستان یاد میشه چون تذکره ماست، در حالی که یعنی یک توهین است به نام افغانستان. مشکل اینجاست. بفرمایید. بله، همه سیتیزنی رو در افغانستان گرفتن، اینا نمک حرام برآمدن، تا امروز اینا نمک حرامی میکنن و یک طرف قضیه، فقط یک طرف قضیه را ما شما نگیریم، ما هم داریم، به خاطر که امروز یک چند نفر باز میگن که یک طرف گرفتین فقط کوبیده روان هستین، شما قوم پرست هستین. نه، ما از حق دفاع کردیم، از حق دفاع میکنیم. ما یک تعداد مردم داریم که از کویت پاکستان میان به نام هزاره، در قلبشان پاکستان است، در زبانشان پاکستان است، در خونشان پاکستان است. افغانستان به اندازه سرسوزن دوست ندارن، ولی در اروپا که میان از مجبوری اینا کیسه میتن که ما از افغانستان هستیم، در افغانستان مشکلات داریم، به خاطر که پاسپورت بگیرن. هزارای کویته پاکستان هستند، از قوم شریف هزاره نجاتشان است، ولی اصل و نسب خود عوض کردن. کسی خوش میشه، کسی ناراحت میشه، برای ما هیچ ارتباطی نداره. حتی ما را در اینجا که پشتونا جنگ انداختن، اینا که پشتونا جنگ انداختن. یک شخصی که در استرالیا لیتل بامیان و افغان بازار که اینا دامن زدن، او شخص پاکستانی بود و پاکستانی است، هنوزم دامن زده میره. این همچین اشخاص متاسفانه بله، چی کولابیش است و چی امی هزارای پاکستانش است، اینا به خاطر که از نام ما بتونن عکس و استفاده بکنن و یک نقطه ضعف را پیدا بکنن که امروز میبینین در صفحات اجتماعی تا جایی که میتونن یک نقطه ضعف سیاسی جور کردن که امارت بالای ما ظلم میکنه و مکتب بسته است و خانما را حق نمیده فلان. از این گپا میان در یک کیس میتن، هم نام افغانستان بد میکنن، هم بیادر نام نظام بد میکنن، هم نام کشور بد میکنن، ولی نام افغانان در کل اینا بد میکنن، به خاطر که یک افغانی که در یک کیس میته حداقل میره درس میخونه، کار میکنه، کار سفید میکنه، اینا بجز از لچکی، لندغری، اوباشی، دزدی کار دیگه نمیکنن که متاسفانه بله عزیز پولاد، مکد خودت هم نظر هستم، اینا تمامشان به نام ما مردم ختم میشه و میگن که اینا افغان بودن، چون بالایش از اینا که وقتی که یک جرم اینا مرتکب میشن هیچ وقت نمیرن بگوین که ما پیش پلیس که ازشان سوال میکنن گفتن نمیتونن، چون جای دیگر پلیس قبول نمیکنه که من خراسانی هستم یا من هزارستانی هستم یا من ترکستانی هستم، مجبور هستن بگه که من از افغانستان هستم، نام افغانستان اینا بد میکنن. یک رقم میشه که یک نظام، حالا من کار ندارم در اینجا که من طرفدار کارهای خوب نظام خود در افغانستان هستم، طرفدار کارهای خوبش نیست، بدش نیستم، مکاتب بسته است، ما ناراحت هستم، کل ما شما ناراحت هستیم که انشالله به زودی باز شود. یک رقم میشه که حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شود یا رژیم تغییر بکنه یا هر چیزی که به رسمیت شناخته شود، که سفارت‌های افغانستان در دست مردم افغانستان باشه، یعنی یک دست باشه. خب فعلا یک کشور به رسمیت شناخته، دیگه کشورها به رسمیت نشناخته، در اونجا نمیتونن که اینا بیادر مرور بکنن که در سفارت‌ها اینا تک تکشان شناسایی شوه و پاسپورتاشان گرفته شوه و معرفی شوه که اینا از افغانستان نیستن، اون رقم اینا جمع میشن. غیر از او من فکر نمی کنم که اینا از افغانستان جمع شد، چون صحبت ها خیلی طولانی میشه. عزیز پولاد کوتاه اما موضوع برنامه‌تون بگو که من یک دو کلمه راجع به ما گپ بزنم، بعد از اون دیگه دوستا را اجازه بدم. ما در قسمت گپای شما ما ولی این یک نشون سعی کنین او مردم افغانستان اینی رقم حالت از آدرس محسن سعی کن. یعنی فرانکفورت است، فرانکفورت.
این رقم ما باعث بدنامی مردم با عزت افغانستان میشین. یا مردم درس میخونه، کار میکنه، زندگی میکنه، از سهولت های اروپا و آمریکا استفاده مثبت میکنن، اولادای خود به یک جای میرسونین. ولی شما میایین این رقم کارا میکنین، یا نه کم از کم 200 دوسیه خود تنها ما کت خود در موبایل حفظ کردیم که اینا بیادر از شن نشان دادن نمیتونیم، چون نام ما بد میشه. یک موضوع است جانی برادر، یعنی از طفل ما شروع، از اونو احمد شاه عبدالی شروع تا فعلا هر رقم نظام که ما بر از اینا آوردیم در نسخه های تاریخی معلوم میشن اینا مشکل با افغان ها دارن. آل برادر عزیز، از حتی ما میره کش کنم که گرگم اینجا صدا شما ببینین همیشه اینا مشکل داشتن و مشکل دارن به خاطر که اینا همیشه که نظامای اینطور هستن که امی بانو نغمه که هر چیز است یک هنرمند برجسته و مشهور افغانستان هستند و بالاخره به نمایندگی افغانستان کارهای بسیار مثبت در امریکا هم انجام دادن که حتی امریکایی‌ها، مردم عامه امریکا اونا را احترام دارن، در کنسرت‌هایشون میرن، در زلزله ها و در طوفان ها و در سیلاب ها به مردم افغانستان کمک کرده و در هر بخشی که اینا توانستن خدمت‌های خود کردن. اینمی بانو از 25 سال بدین سو توسط اینمی لندغرا توهین میشن، تحقیر میشن. حالا در این اواخر این بیزت انسان ها دعیای ویدیوهای ما از اونا را ساختن که واقعا بالای ما بسیار یک تاثیر بد کرد، بسیار ناراحت شدیم. این ویدیوها برادر عزیز در افغانستان سرازیر شدن. اونجا قبلگاس و بزرگای ما برای ما زنگ زدن، گفت عزیز این موضوع چیست؟ اونا یک قدر از های گپا آگاهی نداشتن. یک ساعت بر از اونا ما فلسفه گفتیم. ما میخوایم که بر از اینا بفهمانم که شما اگر واقعا مرد هستین، حداقل امی 5 سال خانم ها و اطفال و حتی شهدای زلزله کنر، حتی شهدای سیلاب زاده ها را شما توهین کردین. دیگه میگم اگر از این بیشتر دیگه اینمی تازی ها باید بیزت نشن. خدا راستی بیخی شرم است. اینمی مردم چرا به خاطر به دست آوردن کرسی از ناموس خود میگذرن، از خاک و ارزش خود میگذرن، از عزت و غیرت و شرف و شناخت و از همه چیز خود میگذرن. آخر ما به می مردم رجوع کردم، به می ملت رجوع کردم که او ملت کتینمی تازی زاده های اشرار زاده های بی فرهنگ و بی کلتور و ترس پرور و که ماینست تروریستی داره، ماینست فاحشی داره، آخر کت از اینمی ما چی کنیم؟ راه حل چی سو برادر؟ اینمی را ما چی قسم کنیم؟ اصلاح خو نمیشن، قرآن برش پیش میکنیم، هر چیزی که برش پیش میکنیم باز اون سر خر خود استاد هستن. جز از توهین، جز از تحقیر، جز از بیزتی، جز از بدگویی دیگه حرف اینا ندارن. اینمی گپ است که چرا یا چی خوردن که یا چرا اصلاح نمیشه؟ چرا کلمه من مایکو بسته میکنم. عزیز پولاد دو کلمه که وقت من خلاص شد دیگه دوستا نوبت بگیرن. عزیز پولاد از اینا توقعی نداشته باش. اینا وقتی که بالای ناموس خود رحم نکنن، بالای ناموس موضوع رحم نمیکنن. هیچ وقته اکمل امیری را کل ما و شما یاد ماست. به اندازه سر سوزن اختلاف نظر سیاسی در بین خود پیدا کردن، عکس دختره که اکمل امیری را بالا کردن، بانجان سیاه را در قاط پایش ماندن. اینا وقتی که بیایی کدشان تحلیل ندارن، اینا سواد ندارن، بی سواد هستن، زالشار، پدرشار، فلانشار، تمامشان هم از جبهه مقاومت است. وقتی که تحلیل کردن نتونن، بس کردن نتونن، کوشش میکنن که عکس فامیل تا پیدا کنن، کوشش میکنن که بالای فامیل تهمت بزنن. در 5 سال است بالای فامیل ما تهمت میزنن، خوارزاده جانی فلان، هیچ مانام نداره. ولی میخواین که دان کسایی که در مقابل از اینا لچکی و لندغریشان بیان میکنن بسته بکنن. به این طریق بسته نمیشه. او کسی که ایمانش قوی باشه، او کسی که ایمان خدا با پیسه سودا نکنه، تو را ایلا کردنی نیست خدا کنه که 1000 رقم تهمت بالای فامیلش بزنی. او به خودش معلوم است که چی شخصیت است. نیاز نیست که تو شخصیتش تو برش معرفی بکنی. ولی شخصیت شما مردم حتی در بین خودتان ما شناختیم که شما بین خود رحم نمیکنین. بعد سر سوزن که اختلاف نظر پیدا کنین، خوار مادر هم دیگر سر زیر میکنین، عکس فامیلای یکی دیگر پیدا میکنین میارین. تحلیلگر مسائل سیاسی تان در صفحات اجتماعی گنگستر پنشیری است. دیگه چی انتظار از شما ما داشته باشیم؟ بفرمایید دیگه دوست. دقیقاً. جهان سپاس. خب برمیگردیم به میهن دوست، باز عزیزان دیگر کش صحبت میکنیم. مهربانی کنین میهن دوست. تشکر فولاد صاحب گرانقدر. سلام احترامات حضور شما، حضور جانی صاحب گرامی، حضور دیگر دوستانی که در لایف و دین شما شرکت فعال دارن برسن به شنوندگان. همچنان احترامات عرض میکنیم. بحث شما رو من دنبال کردم، گرچه از ابتدا من دنبال کردم. دردی که شما بر حق
که دارین و گله و شکایت منطقی که دارین بجاست. ما همراهتان موافق هستم در این مورد. او عکسی که گذاشته شده، من در بخش قسما در بخش اسناد جعلی، عکس های جعلی، مکاتب جعلی آشنایی دارم، کار کردیم، تخصص دارم، مسلکی یا تذکره های جعلی، پاسپورت جعلی چی دارم، آشنایی دارم، تخصص دارم، صلاحیت هم دارم. او عکس مطلقاً جعلی است، او فتوشاپ شده است. اگر امی کسایی که از امو عکس دفاع میکنن، بسیار بخش سلسله گپای دیان داره. این بسیار یک آدم شیطان است. پیشتر در لایف خود بلاکش کردم. درویی از هر جای میره یک چیز دیگه میگه. من پایین انداختمش، بالا نبیرش. از خرید مهربانی کن. خوبش. او مطلق فتوشاپ شده است. کسایی که امی عکس جور کردن، سوال اینجا بسیار سوالات. یکی از سوالا لطف بگوین که در مهندوست عزیز میربانی ما شما اندک شما خب بیشتر در تاریخ میفهمیم، ما اندک خواندیم. همین شکل که اینا تصاویر جعلی جور میکنن، با خود هویت جعلی ساختن، با خود جعلی ساختن. یعنی هر کتاب از اینا را بخصوص در آخر که کردن کاملا از منطق دور است. یعنی هیچ چیز از اینا با حقیقت استوار نیستن. حالا فضل خلاصی سوشال میدیاست ما شما میبینیم، ولی در واقع تاریخی اگر در داخل از اینا داخل شویم، همه هست بوده، همه ارزش از اینا تقلبی جعلی است. یک چیز واضح باز که اینا میگن جعلی نیست، گیرم که واقعی نظر به ادعای از اینا. بیاین یه سوال پیدا میشه، امی سوالا را بیاین حاضر شوند مردانه جواب بدن که امی عکس در کدام سال گرفته شده. برای ما بگوین که در کدام سال، کدام تاریخ. و این لباسی که دوستم پوشیده با این ریشه هست، این گوپیچه در جانش هست. او کرتی نیست، گوپیچه ازبکی است. در سمت شمال بری لباس گوپیچه میگوین. این زمانی است که دوستم، یعنی حکومت دکتر نجیب سقوط کرده بود. دیگه چیزای شما افشا نمیکنم. ما دنبال کردیم. نغمه جان زیاد احترام دارم، شاورشان، به هنرشان، به کلتور و فرهنگشان، به راه استقامت که خدمات ارزشمندی که برای مردم وطن در طول سالهای متمادی کردن. حتی زمانهایی که مردم ما به غم و درد و به قحطی مواجه شده، کمک های بیشمار خود مادی مالی به مردم افغانستان، فارغ از اینکه مردم از کدام گروه هستند، از کدام قوم است، از اخلاص نیت وطن دوستی و مردم دوستی خود در خدمتشان قرار داده. یک بار نه، چندین مراتب این کار انجام دادن. حتی زمانی که در هند بودن اینا انجام دادن، زمانی که در پاکستان بودن اینا انجام دادن، زمانی که در امریکا آمدن انجام دادن. بار اول نیست. علاوه از اینکه دلهای غمگین و به خونتپیده مردم افغانستان سالهای سال با آهنگای متنوع خود، با فرهنگ و زبانهای متنوع کلتور مردمان محلی ما دلایشان نوازش داده، شاد نگاه کرده، در غم شریکی های در غم های تمام مردم خود شریک بودن. همین مردم شریف هزاره ما کنسرت داده بود چند مدت پیش در استرالیا، مثل ستاره خود استقبال کردن. خاطرات بسیار شیرین. یک چیز ما براتون بگویم، بسیار رفع میخوایم. با بسیار تاسف زیاد، نه از انجینر از اینمی مردم خیر دیدیم، نه از دکترش خیر دیدیم، نه از پروفیسورش خیر دیدیم، نه از هنرمندش خیر دیدیم، نه از ژورنالیستش خیر دیدیم و نه از کدام نخبه دیگهش. انجینرش واحد نجن انمی چند روز پیش آمده بود، یک رقم چرندیات میگفت سیاسی. ما من نمیگم جانی جان، سعی کنم من تشریح کنم. واحد نجن ورزشکارشون از غنی شروع تا پایین کره پشنا را توهین میکنه. احمد شاه مسعود انجینرشون از کابل اتو انجینری کرد که کابل بیخی کنواله ساخت. برهان الدین ربانی پروفیسورشون، این زنکه هنرمندشانی نام دخترش باز یادم رفت، شبانه مهریار هنرمندشان، بله از خدا 5 سال شد تبار ما را توهین میکنه، میگه ما ایرانیستیم. آخر دخترک ایرانی آمد آبرویشان برد. برادر عزیز امیر رقم سیاسیونایشان اسای کنه. با امیر رقم برادر عزیز یعنی یک انسان درسته که ما کور شده باشند بین از اگر دیدین شما 400 نفر نشان بدید.
امی سرک تا پچک امی هر نخبه از اینی را که شما پیدا دیدین به چشمتان مشناسین، اگر نخبه سیاسی بوده، اگر نخبه ورزشی بوده، اگر نخبه شعر و شاعری و هنرمندی بوده، اگر رقاص و نقاش و معلمش بوده، امی هر کدامشان که بوده کلش از پاکستان حمایت کرد. باز بیشرمانه میگه پشینا غلام پاکستان. او برادر از سرک تا پچک بیرق پاکستان بالا کردن، میگه بزنین افغان. او برادر افغان نزده. او پودری ها و معتادینه که کشته 80% شینمی لندغرای شما بودن که در جمهوریت پودری شده بود. کلش از ایران، کلشان از ایران سرازیر شده بودن. ایرانیا امی بیچاره چی ساختن؟ پودری ساختن. خواهی رالی بدبخت مردم. یعنی من نمیفهمم، یا خو امو عزت که بگه عزت خود خو از دست دادن، آبروی خود از دست دادن، اعتماد که بین مردم افغانستان داشتن وار از دست دادن. اونمو تاریخ جعلی که یک هویت، یک شخصیت فیک و جعلی و مردودی که به احمد شاه مسعود یا ساخته بودن دروغین که گوی آدم خوب است، قهرمان است، اونمو را خب به خدا یا از دست دادن. با قسم میخورم او جانی، قسم نمیسین تو خب بالاست. امی شخصیت احمد شاه مسعود با اینمی اسیب قای مرکز اندازه ناخون تفاوت نداره. خب وقت برادری سوشال میدیا نبود ما او را نمیدیدیم. امی رقم ربانیش اینمی منگل پنشیری و احمد شاه مسعود فوتوکاپی هم دیگر است. می هست ویدیو از چیز عزیز پولاد پشتونان مردمان پشت کوه سلیمان و بی تمدن و بی فرهنگ ما شهر میشه. فولاد صاحب چند جمله دیگر من تذکر میتونم با صحبت خود خاتمه میرسونم. ببینید خانم نغمه اینا بسیار بی‌حیا مردم هستن. خانم نغمه خودش به صراحت بیان میکنه که من از پدر یک دری زبان هستم، یک تاجیک هستم، از منطقه خمزرگر کاپیسا هستم. شرم بر اینا نیست که علیه خواهر خود، همشیره خود، مادر خود آمده چنین چرندیات را اندازی میکنین. شما کلتور فرهنگ داری، شما شاهنامه‌ای خود میگیرین، در شاهنامه‌ایتان چنین چیز آمده؟ در حق خوار خود، مادر خود کو بیان میکنه که من اصلیت من یک دختر فارسی زبان هستم، تاجیک هستم. شرم نیست که شما علیه خوار تاجیک خود، مادر تاجیک خود چون این چیز رو اندازی میکنی. او مکتب با افتخار باز میکنه در دنیای مجازی که دختر تاجیک به دوج درس بخونه که امروز محروم است ظالمانه. دختر هزاره و ازبک به مجانی با افتخار ثبت نام کنه، درس بخونه از ابتدایی تا متوسطه و لیسه مطابق به نصاب تحصیلات عالی مدرن مجانی به درس بخونه. تو نمیشرمی؟ تو حیا نداری؟ فرض کن که همون واقعیت جلینه واقعیت خدای نخواسته. تو نمیشرمی که به حق مادر خود خدمتکار یک میکروفون باز نکن، با ادب باشین. اینجا به چی است؟ گرداننده است، نوبت میته برای همگی. او با افتخار میخواد برای خوارای مظلوم خود خدمت کنه و اینا دستیسه جور میکنن. به یک چیز دیگر هم فولاد ببینه، این بچه این دو کش دادن میگه که از شما از حرمتی که نسبت به خانم نغمه به حیث مادر فرهنگی، کلتوری، هنری، مملکت که باید میگه شما از او برند جور کردی. دیرم کمی برند جور کرد. کجای شما رو مرتپاشی کرده ای برند جور کردن آقای فولاد؟ تو باید افتخار کنی. برادر اینا داد از مکتب میزنن شب و روز کاذبانه جعلی. الان که سنگ امیر ناشسته شما حبیب الله کلکانی رو دستی نمیزنن. او خو مکاتب بسته کرده بود برای نسوان. او چند مکاتب نسوانی که بود او رو بسته کرد. دخترایی که به کشور اسلامی ترکیه به تحصیل رفته بودن اونا رو دوباره خواست. ما برتان امتینا دشمن دختراست، نسل نسوان هستند. دشمن اصلی مکاتب دخترانه اینمی کثافت هستند. برای من نشان بتین در بین جایزهای خود ایرام درس کو 10 مکتب نسوانی را که در زمان ای جهادی های چرک که چی بودن در سلطه بودن ایجاد کرده باشه 10 لیسه نسوان در سر مملکت جایزه است از طرف ما برشن. آقای میهندوست ما یک لیسه داشتیم در طرف خیرخانه، لیسه بی بی سروری سنگری. اینمی احمد شاه مسعود آتش نزد و بیدن قدم میز چوکیش.
او را لیستش بسیار یک داده میگم، به شما همین دوستای دیگه هم- او را میگذاریم آه. جایزه آه. بگیرن 10 مکتب نسوانی را که اینا داد از مکتب نسوان میدن لیست نسوانی که در سطح مملکت اینا ایجاد کرده باشن نام بگیرن تعمیرش اعمار کرده باشن نام بگیرن جایزه بگیرن. بله بله. تشکر دیگه من وقت معذرت دیگه داد سلام. قربان شما. ما یک چیز براتون بگویم. قرآن پاک، همین خود قرآن پاک یک مقدسترین کتاب نصیحت است. یا به قرآن پاک احترام ندارن، خلاف از او رفتار میکنن، خواهر مادر مردم دو میزنن، یا به احادیث احترام ندارن. باز من هندوست نصیحت داره خو اینا هیچ نمیشنون. شادیکان از شایکان واسک مایکتن کچکن کچکنی واسک. درود بر تمام دوستان و شریک در بحث. امید صحت و سلامتیتون. خب حالا به هر صورت بحث ها پراگنده بود. امیدوار هستم که دوستا از روی احساسات پیش نرن و یک بحث مبتنی بر حقایق و واقعیت های میدانی می داشته باشیم. خدا کنه احساساتی نشه کسی. بحث ها پراگنده است. ابتدا در مورد ناموس و ناموس فروشی اینجا بسیار سر و صدا شد، هیاهوی برپا شد. از خاک فروشی اینجا سر و صدا برپا شد. اگر خاک کسی میفروشه زعیم است، در قدرت است و تمام امور حکومت در دستش است. در طی صد و چند سال ما شایگان کچکین برادر ببخشین، اول خودم معرفی بکنین. شما نامتان چی است؟ از کدام تبار هستین؟ اسم من شایگان است. اسم من شایگان است. از جامعه تاجیک هستم و به عنوان یک فرد دیدگاه خودم بیان میکنم. همون طوری از افغانستان هستین؟ دقیقاً از افغانستان. افغان هستین؟ او جای بحث داره. نه افغان هستین؟ بحث داره، جای رویش بحث داره. افغان نیستی، پایین برو. این تفره رفتنهای شما را من میفهمم که گویا خاک فروشی. تو را چی؟ وقتی که تو افغان نیستی تو را به خاک ما چی؟ تو هیچ حق برای تو من نمیتونم که تو در سیاست ما گپ بزنی، در سر خاک ما یا سر ارزش ما یا سر کدام گپ دیگه ما گپ بزنی. بسیار خدا کتا کتا میگه، حیثیتتان برای من معلوم است. Posso dire nel senso da cara regolare, forse ده ثانیه یک نکته 10 ثانیه. دلم، کشورم، خاکم، دلم فروختمش، دلم خریدمش. بمی تو چی؟ تو چی که اومد اینجا باز خواست Who are بکنی؟ you man? Who are you? Who are you? بلرسه یاد تو کتاششته باز چی میگم؟ ما میدانی صحبت. در میدان تو چیستی؟ در میدان نه اقتصاد داری، نه لشکر داری، نه سیاست داری، نه زمین داری، نه خاک داری. قبرت من نگاه میکنم، قبرت مردم دیگه نگاه میکنن، ناموست مردم دیگه بخی بیاده بس کنم. کتا کتا گپ نزن اینجا. واسکو بچه شیر شمال میربانی کو شیر دل. سلام علیکم، خوب هستی؟ بخیر؟ و علیکم سلام. خدا کنه جور و صحتمند باشه، سلامت باشه. ما یک گفتنی در شما دارم، کمی گذشته را ول کنی. شما پشت دنبال گذشته نباشی. بله. امی آینده را بسنجی. فعلا بس ما و شما که از امی بزرگترین مشکل ما که از خانمای افغانستان، از مکاتب، از همین چیز هست. گذشته را ول که ابی بولای کلکانی چی کرد، خودت کلان آدم میان دوستای والا فلانی چی کرد، فلانی چی کار کرد. چقدر درس خواندی برادر خودت؟ ما خودم لیسانس. در چی رشته؟ در کجا؟ در کدام پایانتون یا دانشگاه؟ در کدام کشور؟ دانشگاه کابل. با خیر. ما جانی ما از دوست عزیزم سیک شیر دل صبح ما ما از خودت یک سوال میکنم شیردل گرامی. درست دقیقا ما خلق بانک توحیدی سری ببخشید. خودت میگی که با گذشته نگرد. همین حرف ما میزنم برادر. با گذشته نگرد. مسعود قهرمان نگو، حبیبالله کلکانی را خادم دین نگو، برهان الدین ربانی را پیر خیرتمند نگو، مجاهدین برای ما در رخم نکشن. او بیرقی که پر از خون است، پر از ظلم است، پر از کثافات و بیناموسی است، بیرق مجاهدین برای رخم نکشم. بیا انسانی برام بس کو. چه قسم میتونیم وطن جور کنیم، چه قسم میتونیم سهولت برای مردم افغانستان بیاریم. ما میرم میگیم برعکس این دیگر است که در پالوی نام خداوند عکس مقصود کوکا کده میره. خوی با گذشته رفته دیگه.
کاکا این نه سواد داره نه تعلیم داره نه تربیت داره یا از یک حالا این کار احمد مسعود خب باسواد است. احمد مسعود هم مانده. او دیگه احمد مسعود کی است؟ احمد مسعود یک طفل بچه است. خب خب صحیح کسایی که دیگه عکس احمد شاه مسعود هم چندان آدم نیست. صحیح درست نه عکس احمد شاه مسعود شما قهرمان خطاب کردی. امی کرزای اشرف غنی با دهات کرزای که سړی بچه و کرزای هم ترجمان احمد شاه مسعود بود دیگه. او که بچه آدم بود. خود درست است قهرمان است. او را قبول در قانون اساسی گنجانیده شده که قهرمان است. من اینجا پیشوری کلگ اعلان میکنم که قهرمان است. یک دستاورد احمد شاه مسعود بگو برام. خود دستاوردش بزرگترین دستاوردش اینه که وطن از اشغال نجات داد که تو جنگ کرد. برادر زنده باشی شیردل شمال. تشکر. انقلابی مهربانی وکړه. توحیدی سے بخیر راغلی. سلام و درود عزیز فولاد و خودت و دوستانت کسانی که در این برگرت ایجا تماشا دارن و لایک میکنن. تشکر فولاد جان. تشکر که مرا بالا بردی. من سر به خاطر اون عکسی که پیشتر گذاشتی چون ما در او عکس هستم ولی من اینجا ویدیو را نشان تصویر مواز میکنم. سیکو خو این تو گپ ندارو کتا گپ نزن. انسان واره گپ بزن. بچی آدم واره گپ بزن. اول که آمدی بگو سلام درود خدمت تمام هموطنان عزیز. همینجا 500 نفر نشسته هستن. انشالله همتون جور صحت و از گزند روزگار بدور باشین. ایامید و خیر گذشت. بعد از او بسیار انسانی جانی هم لچه که ما از این گپش میشناسم. خدا راستی ری داره ریش زیاد است. اما کسی که ریش زیاد بود تو دو میزنه. زال شر پدر شر اونا دو میزنه. یکی همی شاشم زیاد میگم مشناشم. آفرین اینی رقم آدم ها. خب خیر قهرمان فاریابی مهربانی کنین. فاریابی صاحب مهربانی کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به همه بینندگان عزیز، به شما به ولجان عزیز. ما فقط شنونده هستم دیگه. جانم است بچه اکتار کن. شما صحبت کنید. بوده جان در جیگر بچه نغمه چیال داری بچه نغمه؟ چطور هستی بچه نغمه؟ قربانت خودت خوب است. جان جور است؟ ینگست خوب است. ینگست خوب است. خانه خیرت است. بچه نغمه چطور است؟ نغمه چطور است؟ سبتی نام نغمه چطور پنج و خدا این نغمه رسه که چقدر سر از یا فشار آوردن. یک آهنگ خوندن. یعنی دمک قدر تبار بزرگ یک بچه آدم در من تا نیست که انسانی صحبت کنیم. خلاص صاحب دغه تما پریدو مهرباني وکړه ملک صاحب. مهرباني وکړه ملک صاحب. خیر کو څه په درنه حالت په دې خبرو دي. نغمې دې ته عزت ورکړې بې شرفه انسانه په دا خبرو دي لودا. ای خیر کو څه په درنه حالت په دا خبرو دي. منزل مکه خیر. رزیل بې شرفه په دا خبرو دي. کلان آدم هستی تو دو نزن بچهش. بزرگ آدم هستی کاکا. قرار بشی پولاد واری مردم که داده نمی پشتو زبان بالا شد کپی صحیح میگه تو امی گپای غلط میزنی. تو خودت کلان آدم هستی و بیشرف او کاکا. تو خودت بیشرف انسان هستی دو میزنی کلان آدم هستی. زن پایین اولاد کلابی. پایین اولاد کلابی. ملک صاحب تعلیم نکنه نو بچه. ملک صاحب بجای پدرتان است. ملک صاحب بجای پدر کلانتان است. ملک صاحب یک دسترخوان کلان به کالیفرنیا داره. صدها نفر میمان نان میته یادم. او بچه تو نمیشه بی تربیه. یعنی فولاد قبل از اینکه دوباره دوستا گپ بزنن اینا ادعای از این دارن که مردمای دغه فولاد صاحب دلک بند شوم او دغه زما وختم درویش خان ته ودی ورکا. مننه ملک صاحب. خیر اوسې. آدم یک نکته را من اشاره کنم. سلامت باشی. جالبی گپ در جایی است که اینا همیشه در صفحات اجتماعی اکثریت از اینا چیغ میزنن که ما مردمای با فرهنگ هستیم، ما مردمای با تمدن هستیم، ما مردمای تحصیل کرده هستیم. کلا از تحصیلات و از فرهنگ و از تمدن صحبت میکنن. ولی متاسفانه در صفحات اجتماعی بزرگترین فحاشی،
بزرگترین ای که بیادر از طبقه حتی روی خانمایشان نمیریم، ولی چیزی که حقیقت از در صفات اجتماعی بیایایی تمام چیز از این مردم است. مردمای تاجیک از مردمای با عزت با ابرو داره در افغانستان. پنجشیر مردمای با ابرو با عزت داره. خدا نکنه ما بریم سر قوم گپ بزنیم، ولی من نمیفهم اینمی مکتب خانه مسعود از کدام قوم است و از کجاست. از قوم تاجیک بالکل نیست، به خاطر که قوم تاجیک من باور دارم، قبول دارم که قوم محترم تاجیک روشن فکر داره، مردمای با تمدن داره، مردمای با فرهنگ داره. ولی اینمی مکتب خانه مسعود از بخارا استی، از سمرقند استی، از کولاب استی، یکیتان ادب ندارین، یکیتان شرف ندارین، یکیتان دین ندارین. اینی رقم بیدین هستیم. نام الله، نام محمد، عکس یک خبیثه که بیادر سالها مردم افغانستان قتل عام کرد، تعصب زبانی رو در افغانستان آورد، تعصب قومی رو آورد در افغانستان، مردم آواره و بیچاره ساخت. در بغل نام الله و محمد آمدی و چسبان، یکیت نیست، دو تایت نیست، کلتان اینمی رقم هستین. تو به نعوذ بالله به جای خدا و پیغمبر قبولش کردین. یک چیز خبر نداره. جانی جان به خدا قسم است، اینی میهندوست اینجا انسان بزرگوار است نشسته. اینی شخصیت مردم کابل ببینی عاشقش میشی، شخصیت مردم مزار شریف، به می رقم شخصیت مردم واقعی بومی پنجشیر ببینی عاشقش میشی. اینمی مردم هراتی ها را ببینی، این بدخشانی ها چقدر مردم گرنگ و ناموزدار و با عزت و غیرت هستند. ولی من نمیفهمم که بچه های اینمی مردم چرا یک دم اینمی رقم از این آدرس از این ملت خوب ما میان بالای هیچ، حتی بالای خود را هم نمیکنن. اینمی گنگستر و زال شار، اینی منگل پنجشیری و اینی مردم ها کم از کم چقدر یا توهین شدن نمی بزرگایشان، ولی نمی باز نمی چنگاو هستن. همینجا یک دانشان نمیان که از می پشت یک سومر صاحب بیاین یک احترامانه گپ بزنن که حداقل ما خوش شویم، که حداقل یک پیروان درستی احمد شاه مسعود ما دیدیم همینجا با چشم خود. در 5 سال دیدی یک پیروان درست از این آدم؟ برادر فقط 10 ثانیه دیگه من دیگه مایک باز نمیکنم. خیلی به احترامی کردم، خیلی بزرگواران در اینجا. انتظار داری که یک شخصی که از این مکتب خانه روشن فکر باشه، به طور مثال از احمد مسعود بالاتر روشن فکر اینا ندارن، خودشانی گپ میزنن. وقتی که احمد مسعود یک انسانی که دور از دان ما باشه، من نمیگم خدا و راستی، من نمیگم چیزی که حقیقت از توهینم نمیکنم، از یک انسان مادر زنار قهرمان میگه، چون اسیب قوای مرکز به زبان خود میگه که فامیلش زنا کرده. ویدیوهای بچه بازیش هست که قوم لوط است، یعنی چیز است که از قوم لوط است، لواطتکار است، یعنی همچین شخص را میگه قهرمان. دیگه اینا رو روشن فکر برای من تو پیدا کن. روشن فکرش احمد مسعود است. خب جهان سپاس. آقای نوبت آقای دنجرس، افغان دنجرس مهربانی وکه، ورپسې قصاب، ورپسې مزاری. سلامونه فولاد جان ته او جانی صاحب ته او درویش خان ته او میهندوس لالا ته. زه خو داسې خاص ویل نه غواړم، خو دغه فولاد صاحب زه ستا ډېر غټ مینهوال یم، ډېر وخت نه ستا دا لایفونه تعقیبوم، خو بس دومره ویل غواړم چې د کولابیانو باندې ډېر اور بل کړی ده پوه شوې، او خپل د مبارزې ته دوام ورکړه پوه شوې. الله دې کامیابه را سرلوړی اوسې. بس دومره ویل غواړم، نور څه ویل نه غواړم. مننه ګلابه، خیر اوسې. مننه چې ما ته وخت راکړه. مننه. آقای قصاب پروان باز آمدی، بفرما برادر، دلت یخ کو دو میزنی، چی میگیم؟ بفرما. نه چرا دعوت دیم؟ وقتی که تو توهین نکنی دما ما چرا بر تو توهین؟ ما چرا؟ ما خود دیوانه نیستیم برای تو توهین. نه خب پیشتر توهین داشتی که ما آمدم و گپ بزدم. تگه ما چرا ما دلایف کلگی میرم؟ چی کار دارم که تو ما بیام اعصابت خراب بکنم؟ چطور هستی؟ خوب هستی؟ جور هستی؟ سلام برای کلگی اول. تشکر و علیکم سلام. ایت یک حسابت خو هم یک کلان بیخی کافر، هم یک تا قبولی داره برانمون نباید توهین شوه. بله هیچ دل یک نفر میاد شخصیت خودش اینمیجا رو نمایی میکنه، ما اونو در سر نام نوشته که ما فلانه جا هستم، ما اونو آدم دوست دارم، مگم تو نباید برش توهین بکنی. کسی که میکنه او اون معلوم دار است، توهینش کو، نامش هم هر چی که میکنی بکو. اما که تو بیا با کلان ما توهین کنی، با قوم ما قومم دور از مجلس بیخی سگ باشه، ما قبولش دارم. نه خود تو را قبول داشته باشه، مگم قوم ما قبول دارم. نباید با کلانم توهین کنی. کاملا موافق هستم. یک چیز میگم قصاب جان. بگو. مثلا یک کسی پدر مرا کشته، مثال
بله تو بیای امو قاتل پدر مرا بگویی کی را تو قهرمانت قبول کو. آیا سر ما ظلم نیست که من قاتل پدر خدا قهرمان بگویم؟ یا قاتل 300,000 کابلی را قهرمان بگویم؟ یا قاتل 25,000 هزاره را که در جنگ افشار توسط امرش کشته شده او را قهرمان بگویم؟ یک سر گپ ظلم است نه؟ سر گپ دوم من چی میگم؟ میگم دوست داری دوست داشته باش، عاشقش باش، عاشق شخصیتش باش، ولی او را به خودت دوست داشته باش. کوشش نکو که او را سر دیگران تحمیل کنی. مثلا احمد شاه مسعود دوست داری، در خانه تکسش بند کو، برش دعا کو، سر جای نماز بکن، ولی این کار نکو که تو برادر عزیز او را بگیری در پشت موتر، در پروفایل، در هر جای بنان زنتانا، این تو مردتانا، تو چرا این قهرمان نمیگی؟ او بابیم نمان. اینی را که شما مشکل داریم رفیق. من نمیگم تو کس دوست نمیم، حالا سعی کن من اینی چپلق من دوست دارم. این میره من دوست دارم پیش خود مانده میشه، ولی من ترا نمیگم که you have to love this. من ترا نمیگم که مجبور هستی را تو باید دوست داشته باشی. من نمیگم دو دانه گرگ دارم، 2 تا گرگ عاشقش هستم، ولی من نمیخوایم او را بیرون بکشم به مردم بگویم که مردم اینی را من دوست دارم شما هم دوست داشته باشین. این گپ خوب نیست، منطقی نیست. بفرمایید. بله این حال افغان بودن خودت دوست داری؟ بله دیگه از دوست نداره سرش به زور نقبول. ما کدام روز اگر کدام کس آمده باشه دروازه تا نول اکثریت قایم گرفتی بیا افغان باش. اجازه نه بفرما. با الله قسم است که من مخالف از این چیز هستم که اینمی واژه‌ای که سه جنگ با انگلیس برده، واژه‌ای که مقدونی را شکست داده، واژه‌ای که مغول را شکست داده، واژه‌ای که ترک شکست داده، واژه‌ای که عرب شکست داده، واژه‌ای که روس شکست داده، واژه‌ای که انگلیس شکست داده، واژه‌ای که ناتو را شکست داده، او را من بالای هر کس بگذارم. خدا راستی خیانت میبینم. من خیانت من او پشتونی که واژه افغان بالای هر کس میگذارم، من او را خائن فکر میکنم، چون واژه افغان صرف یک واژه نیست، این یک افتخار است، یک ارزش است و در پالوش یک سهولت است. اگر من افغان باشم، واژه افغان بالای ما گذاشته شود، من رایگان اولادم در افغانستان درس میخوانند، بدون تکس در افغانستان کار میکنند. من میتونم پاسپورت افغانستان بگیرم به مسابقه یک افغان در کشورهای دیگه سفر بکنم، از هویت افغان صدها و خانه بخرم، زمین بخرم در افغانستان، در 34 ولایت سفر کنم، ولی نمی واژه را میگیرن بالای مردمایی که نه به خاک ارزش قائل هستند، نه به وطن ارزش قائل هستند، نه به مردم ارزش قائل هستند، نه به ناموسی از اون مردم ارزش قائل هستند، نه به دین ارزش قائل هستند، او را گرفتن بالای از اونا ماندن. از همون خاطر من میگم که نخیر، در افغانستان کسایی که ارزش به خاک ندارن و افغان نیستن. من خودم اگر امیل پاور داشته باشم از اینمی لچکا و لندغرا و اوباشا و از این مردم ها تذکره نمیگیرم. والله بشیر شیوا در جیب خود بانه، ولی او روز رفته بود دمی سکرمنتو زندگی میکنه بشیر شیوا. یک خیل مردم خود رفت برادر عزیز با تذکره افغان، با پاسپورت افغان برادر عزیز فوت استامپ هم گرفت، مدیکال هم گرفت، انشورنس هم گرفت، رایگان مرا سخت زور داد. چرا برادر؟ ببخشی همه قدر دیره که ما و شما افغان بودیم نیک میگه همی واژه کلگی را شکست داده. خود ما همیال محتاج هستیم، در مملکت ما هیچ چیز نداریم، خبر داریم. تو را در منطقی ما منطقی تو هم یک جوان هستی، ما هم یک جوان هستیم. گوش من چی میگم؟ گوش کن ما افغان ها 110 سال پیش یک حکومت داشتیم، حکومت امانی، مدرن ترین حکومت منطقه بود. نه ترکیه پیشرفت کرده بود، نه ایران پیشرفت کرده بود. خدا راستی اروپا ریل نداشت، ما 106 سال پیش داشتیم. اروپایی ها به زنانش پانتون و مکتب نداشت، ما داشتیم. ولی کی خرابش کرد؟ امیر رقم برادر در دوره داود خان قدرتمندترین اردو داشتیم، کی خرابش کرد؟ در دوره دکتر نجیب چنان پیشرفت میکردیم که نو ماشینای موتورسازی آمده بود، فکتوری ها آمده بودن، پیشرفت ها بود، درس ها بود، این مردم در محتاب بالا شد. در وقت نجیب کی خرابش کرد؟ در وقت اینمی وقت کرزی و غنی او برادر لکها دلار آمد، مردم ها تحصیل کرده شدن، ولی عوض از این که برادر همدیگر پذیر باشیم آمدن هر کس که نان دوده گفت تو رست از بکش، تو فنچه را بگی دم عکس رئیس جمهور فیر کو، الله لوحه پایین شده بدا کل چیز برادر باس. یعنی من برات میگم رفیق، ما
ویروس که از افغانستان پاک نکنیم او وطن جور شدنی نیست، او وطن آباد شدنی نیست. صدقه که تو شو اگر شما میگین که تاجیکستان آباد شده، اروپا آباد شده، تاجیکستان آدمچی، اروپا آدمچی، من ملک نه مثال میگم، مثال شما برین شما برین 110 سال قبل در امریکا زن حق رایدهی را نداشت، در امریکا زن حق کار کردن نداشت، در امریکا زن حق انتخاب همسر نداشت، در امریکا زن حق حقوق خود نداشت، ولی در افغانستان مردم داشت. در اروپا نداشت، در افغانستان داشت. امریکا ریل نمیشناخت، در افغانستان داشت. امریکا برادر تا سطح پانتون نداشت، ما داشتیم. کی خرابش کرد؟ ابیبالای کلکانی. ابیبالای کلکانی تو برادر چرا کرد؟ خود چرایشان بگو دیگه. چرا کرد؟ وقتی که سر ما مردم ظلم شد، ما ظلم به این صورت قبول نداریم. امیال رام ظلمت، امیال رام ظلمت، بیا امیال رام ظلمت. اینمی مشکلات هم چپا میشه. این 1 سال 10 سال بعد امیال چپا میشه. من نیست. در وقت امان الله خان ظلم بالای هیچ انسان کره زمین نبودن. انگلیس ها برآمده بودن، چنان طرف پیشرفت و ترقی روان بودیم که یا خدا. اینمی آدم آمد ولا میگه اسلام در خطر است، ولا زنان ما در خطر است، پیران از این رقم است، فلانش این رقم است. برادر عزیز خیستین به نام دین سر نفر و ملای لنگ پشتون هم خیستاندین، برادر مردم خیستاندین که کافر است. بعد از او که گفت کافر، پشتش بیادر عبدالرحمن خان خوب حکومت اسلامی امارت بر جور کرد. در جان از او هم برادر انگلیس ها را می آوردین، هر رقم حکومت آوردیم. اگه آزادی زنان بیاریم مشکل ولای ضد اسلام است، اگه امارت اسلامی بیایم مثل کال آمده ولای چیز عمل میگه ظلم است. امیل عزت تو از دانت برآمد گفتی طالبان ظلم میکنن. با پروردگار قسم است، احترامی که طالب به پنشیری داره، عمل برادر عزیز در کل نظام دولتی میگه پنشیری است. مثال میگم، مثال بازاره ها داره، ولی برعکس قنداری ها اچکزای ها را کشتن، ننگرهاری ها را به خاطر یک بیرق کشتن. یک دانه ننگرهاری در بسته امارت اسلامی که فعلا جور شده در یک چوکی نیست، یک کنری نیست، یک لغمانی نیست، ولی ما 10 دانه پنشیری لوی سارنوال است. حکومت پیشکی است، حکومت 90% پیشکی است. دروغ است. پولاد صاحب همین یک سوال میادم. او خیر اینا بس ما شما یک سوال مرا جواب میگین شما؟ بگو جان. اینی دوره خونه میبینی که خانم هستن دانشگاه میرن، پایانتون میرن، درس میخوانن. این دوره رو میگم این طالباس کنه، زنا در نامبای شتن گدایی میکنن برای گفته خود همین زمان امارت. اینمی دوره که ما دانشگاه داشتیم، اینمی چیزی را که میخواین فعلا احمد مسعود میخواه که بیادر دموکراسی باشه، زنا آزادی داشته باشه، پایانتون بره. اینمی دوره رو کی خراب کرد؟ 1969 دوره کی هستن؟ دوره عبدالرحمن خان. دکتر صاحب نجیب، همین دوره دکتر صاحب نجیب کی خراب کرد؟ دوره عبدالرحمن خان است. عبدالرحمن خان کی کشت؟ از قوم خودت نکشتیش؟ خالق داد هزارا نکشتی؟ این دوره دایرشاه برادر محترم 1969 دوره دایرشاه. امین خودتون یک اجازه بده. حالا میگم ظاهرشاه یا دوره شهید کلشون همین پایانتون همین مکتب داشتن. او برادر یک دقیقه همین کیس شاگرد ما یک گپ براتون بزنم. مو برادر امی احمد مسعود اگه با من روبرو شده برای من بگه که عزیز جان ما حقوق زنان میخوایم، ما مکتب میخوایم، ما پانتون میخوایم، ما ارزش انسانی میخوایم. ما بلش کوتاه میگم لالا این میره خودم دوره نجیب داشتیم، من پدر جانت چرا کم کل چیز از بین بود؟ چی جواب داره برای من؟ عکس پدر خودم اونجا مونده، کل چیز از بین نبود. سر خر باروت بیار، پل بپران، پلچک بپران، مکتب بپران، عسکر بپران، فلان بپران، بستان بپران، یک غوغا برپا کرده بود. جهان سپاس از ما شما مقدار کافی است که دیگه دوستان وقت داشته باشن. آقای مزاری مهربانی کن. مفعول مزاری مهربانی کن. مفعول. و علیکم سلام. الو مشنو جون جور با خیر هستین؟ تشکر مزاری صاحب بفرمایید. ما یک سوال داشتم، همین سوال مرا امیدوار هستم که سوال مرا بدی ان شاء الله. تو پیشتر یک ویدیو گفتی که تو که افغان نباشی، گفتی تو صلاحیت نداری که در افغانستان گپ دی، گفتی درسته؟ بله.
ما از خود یک سوال میکنم، میگم تو خود فعلا در کجا هستی؟ صاحب خاک هستی که تو میگی که تو کسی را میگی که تو افغان نیستی، سالات نداری، خود فعلا در خاک هستی؟ ما به نمایندگی افغانستان ما به نمایندگی افغانستان به مثابه تبع افغان در امریکا هستم. تو هستی فعلا در خاک صلاحیت داری، رفته میتونی؟ بله. همین پرچمی که تو خوش داری، با همین پرچمی که تو خوش داری فعلا بالا کده میتونی؟ نه. خود تموم دیگه. به خاطر از ولی چرا نمیتونم؟ میتونم. به خاطر از این پرچم بالا کردن نمیتونم. ولی یک وقتی که سوال کردی دیگه گوش کن رفیق، اینجا رقمی نمیشه. ما پرچم از این خاطر ما بالا کردن نمیتونم، چرا که این پرچم یک تعداد مردم سوء استفاده کردن، زیر از این پرچم 18 سنبوله را تجلیل کردن، بالای ناموس مردم برادر عزیز بی احترامی کردن، زیر از این پرچم مواد مخدر فروختن، زیر از این پرچم دزدی کردن، زیر از این پرچم بچه رقصاندن، زیر از این پرچم از تاجیکستان دختر آوردن در کابل سیرینا و کرا دادن، زیر از این پرچم 100 رقم خیانت‌ها صورت گرفت، پرچم بدنام ساختن، به نام طالب یک کس آمد، ولی پرچم واقعی در قلبم است، چون او را من دوست دارم، ولی این پرچم باید سزای خود ببینه، چون زیر از این پرچم جنایات صورت گرفت که احد من الناس نکردم، ولی این پرچم امانیست، این هویت ماست، از او خاطر من دوستش دارم. فعلا پایین شده، 10 باری پرچم پایین شده، این پرچم در وقت مجاهدین پایین شد، این پرچم در وقت خلق پرچم پایین شد، ولی جای خود از دست نداد، پس بالا شد، دوباره توسط مردم افغانستانی بالا خواهد شد. این پرچم حزبی نیست، این پرچم مردمی است، این پرچم ملی است، این پرچم ملت است. هر وقت که ملت حاکم باشه این پرچم حاکمیت خود میگیره، ولی فعلا ملت حاکم نیست، فعلا یک حزب طالبانی حاکم است، یا در وقت مجاهدین حاکم بودن، در وقت خلق پرچم یک احزاب کمونیستی حاکم بودن، این را پایین کردن. یاد داشته باش وقتی که حکومت مشروع بیاید، مشروعیت داخلی و خارجی خود داشته باشه، این پرچم دوباره وصل میشه. فعلا به خاطر از اینکه ویروسا بمره، ویروسا از بین بره و افکار شیطانی و بیگانه حذف شوه، فعلا اینمی گروه حاکم است و هیچ مشکل نیست. والا خیر، این پرچم سالا پایین شده، یک دفعه دیگه هم پایین شد، ولی پس بالا میشه. مشکلت حل است؟ عزیز خلاص ما اینا همه دوستان دیوالا افغان، کسی که افغان خود نمیدونه او واجه خیلی ساده است، خیلی سریع است. یک انسان ساده کشتی که 5 ساله مثل از این گپش خلاص میشه. ما 20 سالش یک فامیل هستیم، یک فامیل زندگی میکنیم و اینجا یک بچه میخیزم میگه که ما از این خانواده نیستم و این خانواده را به صفت خانواده خود نمیپذیریم، قبول نداریم که ما از این خانواده هستیم. ما از کوچه دیگه آمدیم، از قشلاق دیگه. بازو نموش تو چه حق داره که از او خانه طلبگاری کنه که تو با ما نان بتی، یا تو با ما چای بتی، یا تو مرا درس روان کو، یا تو با ما خدمات بکو، یا تو مرا محبت بدی، یا تو مرا ناز بدی. به خاطر که نموش تو کنه خانه را از خود نمیتونه. مثل که تو شما میگین که من افغان نیستم، من افغان نیستم، من تاجک هستم، من افغان نیستم. تو که تاجک هستی جان برادر من با تو احترام دارم. قوم تاجک خیلی شریف، با عزت، بابرو، کل قوم شریف است. من کسی که خود افغان نمیدانه، خود افغانستان هیچ حق نداره که سر افغانستان گپ بزنه، سر راجی وطندار ما گپ بزنه، سر راجی جغرافیا ما گپ بزنه، سر راجی اهل مردم افغانستان گپ بزنه. جانی سے به عکس مونده، اینا شما مردم هستین سایکو. علی جانی خو اکثر ایدیت نمیکنه، نه ده آی جور میکنه، نه چیزا از ساختگی است، نه وقت داره بیچاره کار میکنه، فامیلی خود هم وطن خود دستش میگیره، باز میاد اینجا سوشال میدیا وقت میده. اکثر ببینید شما کدام اکثر بالا کنین او بیرق از کجاست؟ برابر یک افغان سایکو علی بیادر سایکو گپایت علی سایکو شما کنید شکل جان بیادر ما سایکو شما 2 ساعت شیشتم سایکو جان بیادر ما قربانت شم جگرم. 1 ساعت ما شیشتم ما اینجا گوش کردیم گپای شما را، ما هیچ مایک بود نکردیم، هیچ مداخله نکردیم و هیچ گاه ما به جزء من هست سایکو قربانت شم. تو خب ما بس یک سوال دارم سایکو دیبیت میکنیم ما متاسفانه که داو نزنین و فرار نکنین. سایکو گپ گوش کو گپ بزن. تو نمیاد کدام مملکت هستی؟ ما در اروپا. بله در اروپا هستی. کدام مملکت است؟ نام داره در اروپا یعنی کدام مملکت است؟ آلمان هستیم. آلمان است. جان بیادر ما تو که در آلمان آمدی اینجا کیس پناهندگی را دادی، با کدام سند و ثبوت اینجا کیس دادی؟ تذکره پاسپورت چی نوشته است؟ تو سر پرسان میکنیم جنگ نکنی، تذکره چی نوشته است؟ چرا جنگ بکنم قطر؟ خود پر تذکره چی نوشته است؟ افغانستان
بله افغانستان به نام چی یاد میشه افغان؟ یک دقیقه درویش سه ما همین نام نمیخوام. یک دقیقه قصاب یک دقیقه همین است که باید ما یک دقیقه امی افغان اکثریت کن میگین که ولای مربوط قوم پشتون میشه، نام تاریخی مردم پشتون است. او برادر امی شخشق اسکیس بسته کمای اسکیس او برادر بسته کمای کتا. او برادر امی ما امینجا 60 دونه کشور میگیریم که به نام یک قوم است، ولی در اون 60 کشور 50 قوم دیگه زندگی میکنن. تاجیکستان به نام یک قوم است، 10 قوم در بینش است. چرا و انسان ور زندگی میکنن؟ ازبکستان به نام یک قوم است، 10 قوم زندگی میکنن. ترکمنستان، هندوستان، اینمی جرمنی، امی آلمان که میگن یا قوم است و 10 قوم. امریکایی هم در امریکا یک از قوم زندگی میکنن، ولی همه یه خو ریال چی نیستن از نگاه ایتینیتی. برادر یعنی اگر برات بگم 50 دونه کشور است، ولی کلشان بچه آدم واره میسازن. همه در هندوستان بیشتر از 6000 دونه قوم زندگی میکنن. صدها دونه نوجوان هستن. در تاجیکستان 80% تاجیک است جیگرم. نه 80% تاجیک است. بله 80% تاجیک است. در ازبکستان 80% برادر در افغانستان چند درصد است؟ برادر یک دقیقه ما در افغانستان کسی هستم، یک دقیقه ما در افغانستان کسی هستیم که از ما هم سکولار ما حاکم شده میتونه قدر زیاد هستیم. اینا خب باز ارگویی کردی نه؟ یک دقیقه ما برات نصفوس بگویم. ما به نوبت مالکه از اینجا بسته کنم باز من نازمتون. یک دقیقه پدر توهین نکو، احمق نگو، پدر توهین نکو، به ادب به تربیت که تو به پدر میندازی که گات میزنه تو به پدر میرسی. درویش تو شما به تربیت شما درویش سے بخش کوي برادر. ما تعداد ما قدر است که کمونیست ما میتونه حاکم شود، تعداد ما قدر است که آخوند ما میتونه حاکم شود، تعداد ما قدر است که جمهوریتی ما میتونه حاکم شود، تعداد ما قدر است که برادر عزیز سکولار ما حاکم شود، تعداد ما قدر است که حتی سلطنت خیل ما حاکم شود. خدا راستی اگه ما کل ما یک جای شویم گم میشین. شما عمل با طالب ما زده میریم، شما خونه میزنید یک سر گپ و شما میگین که 80% در تاجیکستان تاجیک است. بگی فول مزوری امی واژه تاجیک در اصطلاح لغت برای ما تعریف کن مهربانی. تاجیک به معنای تاجدار، مردم سربلند. این از کجا گفتی؟ این از کجا گفتی؟ این از روی کتاب گفتی از دلت؟ از دل ما میگم از کتاب در نمین است. از کتاب باید بگم، نه دل تو خو مهم نیست. از کدام کتاب، از کدام مدرک به تاجیک نمی لغات داده شده ایمان؟ از کدام پروفسور باشه، از کدام از وزارت عدلیه تایید شده و نمور ادرسش بتی. از دل خو چی میگم؟ نه وزارت عدلیه نه یک دقیقه. وزارت عدلیه را خو اونجا ناتو را آورده بودن، اون را ثبت کردن تازگی. نه 100 سال پیش ثابت کو این رقم بگو. او را سر ناتو را آوردن، او را بزور ناتو حال نوشته کردن. قبل از 100 سال امی واژه تاجیک چی بوده؟ در اصطلاح لغت تاجیک بوده. تاجیک بوده دیگه، فارس بوده بعدن تاجیک شد. تاجیک نام داشته. چی معنی؟ در لغت اصطلاح چی معنی تاجیک؟ تاجیک است دیگه. تاجیک گفتم که پیشتر با معنا که سربلند، سر ناخم کن. با معنی گفتم. سرخم کن. خب سر ناخم کن. خب سر ناخم کن. مشکل داره فارسی. تا اسم بعد از این تاجیک از سر ناخم کن میگیم. تاجیک با خاطر چی است؟ مردمی تاجدار، مردمی در ریکارد که جانی رو در ریکارد که زگانی دانستم. در ریکارد که یا شاید دیگه شما گفتین که تاجیک یعنی تاجدار. شما بگید در مسیر تاریخ یک تاج، یک پاچای تاجدار تانه بگین، یک تاج نشان بده که تاج داشته باشه یک کس تانه. کل مردم تیم تاجیک است، تاج داره دیگه. کجاست تاجش؟ تاجیک با خاطر چیز دیگه که دیگه تاج داری؟ بله که تاجیک است، اونم تاج ماست دیگه. سرت نشان بده کجاست تاجت؟ کجای سرت است؟ گوش کن، ما با خاطر چی این قوم که تاجیک است اونش افتخار است. حالا ما میگم افتخار است. تو بالای کجای تاجیک افتخار؟ یک چیز دیگه ما یک سوال دیگه ما این ولی تو گوش که تو پشتون دم یک ترجمانی کنی. پشتون که میگیری زبان تا باشه. ما میگم تاجیک، ما افتخار میکنم تاجیک. بالای چی تاجیک؟ ترجمانی کو پشتون میگه ترجمانی کو. خب صحیح. این حال شما گفتین که ما افتخار میکنیم که تاجیک هستیم. این حال یک چیزی باید داشته باشه افتخار. آیا کدام سرک ساختی که افتخار میکنی؟ آیا کدام فاکولته ساختی که افتخار میکنی؟ آیا کدام موتر ساختی افتخار میکنی؟ آیا کدام خدمت برای مردم، کدام پل ساختی افتخار میکنی؟ کدام فابریکه ساختی افتخار میکنی؟ در این تاریخ افغانستان بفرمایید کجای تاجیک افتخار است که ما یاد بگیریم؟
تو همین حالی در افغانستان تاجیک باسواد است، سربلند است، دم هر طریقش بالاست. تو همین چی میخوردی؟ شوربا خوردن صحیح نداشتی، تو نون خوردن صحیح نداشتی، تو را خیست ما یاد ده مال تو بالای جان ما شده، ای ما جور شدی بالای جان ما شدی. ما اینمی رقم بچهای قند ما پدرکلان ما سوری ها در هندوستان به مردم پوشیدن و خوردن و کباب و چوپان و اینا را یاد میداد که چه قسم زندگی کنه. ما میفهمی کیستم، ما 5 امپراتوری داشتم: سوری، لودی، درانی، غلجوی، برادر از و خلجی. 5 هوتکی و خلجی. 5 تو بر من نگو که شوروا میخوردی. یک سوال دیگه چیز یک چیز دیگه برات بگم. امیرم ازش پرسان کو. امی قوم قبیله می داشته باشنی؟ حالا پشتون قبیله داره، هزار قبیله داره، خدا نکنه مقابل قوم تاجیک خود نیستیم، قوم گفته باش قوم باشه، ولی چند قبیله دارن امینا؟ نیست. یا تو قبیله نداره تاجیک. نه، ما یک چیز دیگه برات بگم. سیکو ما پشتونا، مثلا ما پشتونانه لباس داریم. سیکو لباس، این لباس پشتوناست. صحیح؟ لونگی داریم، چپلی داریم، واسکت داریم، پتو داریم. با لباس زنانه مثلا گند افغانی داریم. صحیح است؟ ازاره ها مثلا ماکسی دارن. صحیح است؟ اینا تو تاجیک هم لباس فرهنگی تا بگو، یک دانه نمونهش نشان بده که از دیگه کس تقلید نکنه باشیم. همه چیز داریم. مثلا نمی پاکول عمر سوی مربوطی کیست؟ مگه ما لیچک بودیم از پیش که تو میگی که ما لباس داریم، ما چی بودیم؟ مگه لچ نبوده. همین tak سرچپه گپی به منطقی میزنی که کلتور. نه لچ نبودیم. شما مردمای یک سوال صحیح بیا بکن. شما خدای نخواسته لچک نبودین، لندغر بودین، بی کلتور بودین. مثلا ابی بالای کلکانی سایکو، یا مثلا امی عامر صاحب احمد شاه مسعود. عامر صاحب میگمش خیره کلاهش خودی میدی. خدای دملا ما تک صبر وکړه. احمد شاه مسعود کلاهش از مردم کنر و چترال، پیرانتنبانش از ما افغانا. اگر کدام روز پتلون میپوشید، پتلون روسی میپوشید، کت جمپر روسی. خودش هیچ چیز نداشت. ابی بالای کلکانی چادرش، پتوش از ما، لباسش از ما، چپلیش از ما، لنگیش از ما. اگر می چیزا را از پیش شما بگیرین هیچ چیز ندارین. یک چند روز پیش این عادل سادات برای شما تازه لباس تاجیکی جور کرد. عادل سادات اینا خود تاجیک چی میگم؟ تاجیک اینمی یک زبانی داره که تو نمی فعلا فرق گفته رفته. رویستی اینمی یک افتخار است که نمی تو فعلا نمی دبل زبان ما صحبت میکنی. اینجا با قرآن افشاگر در جان تلا تو می زبان است تو نیست. حقیقت دیگه نظر ما بحث نکنم. صحیح قطعی چی میکنم؟ من تعویلم نمیکنم. خوشم نمیاد. چقدر قدامت تاریخی داره چیز مزاری زبانتان چقدر قدامت تاریخی داره؟ همین زبان فارسیتان و مربوطی کی میشه و زبان دری مربوطی کی میشه. حالا تو بگو لهجه در کجا صحبت میشد؟ چقدر قدامت تاریخی داره؟ بفرمایید. زبان فارسی که است اصلی کنده زبان فارسی، زبان دری که است یک صفت زبان چیز فارسی مثلا یک چیش از لهجهش قدامت تاریخی داره. در کجا جان یک صحبت میکردن؟ نه باشی بچه را زیاد آزار دادیم. خیر بیچاره معلوماتش کم است. ما همینجا افشاگر صاحب اومدم، مایهندو صاحب گرامی هم هستن، بزرگا و شخصیت‌های تاریخی ما هستن، مطالعه دارن، تحقیق کردن، پژوهش کردن. سعی کنم ما به مسابقه یک پشتون چقدر ما زبان دری را درست صحبت میکنیم، چون ما پشتونا تعصب نداریم. همین رقم که ما زبان دری را صحبت میکنم، زبان انگلیسی را میفهمم، زبان اردو را بیخی کاملا میفهمم تکمیل، چون اینجا ما 6 سال درس خوندیم در هندوستان. زبان دری را میبینین، زبان پشتون زبان مادریم است. این حال ما از شما عزیزانی که تاجیک هستین ما یک سوال میکنم. همینجا ما یک چلنج میتیم، تقریبا 700 نفر همینجا نشستن. تاجیکای عزیز، تاجیکای نازنین، این همینجا بیاین، من شما را مدیراتور میسازم، احترامتان میکنم، بسیار احترامانه همینجا بینشینین. شما ربط تاجیکا را با کوروش یا داریوش ثابت بسازین توسط یک نسخه تاریخی. شما قبل از قرن 1900 موجودیتتان در افغانستان در جغرافی مشخص ثابت بسازید. شما قبل از دهه 1900 یا قرن 19 شما بیاین تاجیک به مسابقه قوم برای ما اینجا ثابت بسازید. اگر ساختین ما برادر عزیز براتون تسلیم. یا قبل از قرن 19 شما یک والی تاجیک، یک قاضی تاجیک، یک شاعر تاجیک، یک نویسنده تاجیک، یک شاه تاجیک، یک فرمانده تاجیک، یک سپهسالار تاجیک قبل از قرن 19 قبل از قرن 19 برای ما اینجا به توسط کتاب، توسط اسناد، توسط منابع بیارین. شما میگین که ما
فارسی زبان هستیم، شما میگین ما ایرانی هستیم. شما بیاین سند پرتین برای ما بگوین که ما با اساس از اینی سند مربوط مردم ایران هستیم یا به اساس اینی سند ما مربوط آریایی ها هستیم. وقتی که شما نمیتونین که قوم تاجیک قبل از قرن 1900 ثابت بسازین، پس شما مردم نو هستین، مردمی هستین که سلو با کمک دیگران فرهنگ از یک کس دوزی کردین، زبان از دیگر کس دوزی کردین، رسم و رواج از دیگر کس دوزی کردین، غذا از دیگر کس دوزی کردین، برادر لباس از دیگر کس دوزی کردین، بالاخره یک چیز فیک یک چیز دروغ ساختین و بالاخره این هویت فیک و دروغ بالای مردم با عزت دهقانای ما گذاشتین، بالای مردم با عزت شغلانیای ما گذاشتین، بالای مردم با عزت پامیریای ما گذاشتین، بالای مردم با عزت یفتلیای ما گذاشتین، بالای مردم با عزت هزاره های ما تا هویت دروغ گذاشتین، بالای مردم با عزت عمل 90% مردم بدخشان ازبک هستن، بالای هویت از اون را دزدی کردین، بالای مربوط ازبک های ما گذاشتین. این همی تخاری ها همش ازبک هستن، افتلی هست، زیادترش افتلی است. برهان الدین ازبک هستن یفتلی ها. این حال افشاگر صاحب آمده، افشاگر صاحب خوش آمده، این صفا آورده. من گفتم میشن. خب بیاد یک لایف به طرف چلنج هستی حالا خود چرا میترسی ها بیادر؟ این همینجا سیکو من نمیترسم. سیکو خو این گپتون بسیار گپ رخ چی نزنین. این همینجا همی برادر من اشته کده بومیان خراسان، هر آن انسانی که در دم کره زمین هستیم، ولو که پشتون باشی، تاجک باشی، روس باشی، امریکایی باشی، یک نفر من میخوایم که ثابت بسازن که در عهد خراسان تاجک ها اهل خراسان بودن. خب بیا چلنج لایف به طرف بیا. من لایف به طرف چی میکنم؟ این مایک مرا بستم گوش کن. یک دقیقه من لایف به طرف چیست؟ من چی میگم؟ من میگم در لایف من نبیاین، برو ویدیو بساز، دو دانه کتاب بان بگوین عزیز توسط اینی کتاب ما تاجکا در خراسان بودیم. ویدیو نمیشه، انمال بیا، انمال لایف به طرف انمال بریم. باز نمیزنه بولاد کس گپ بزن، کسی گپ نمیزنه، ما مایکای ما بسته. اگر تو را ماجر ثابت نکردن تنی سرزمین همین کلاه را که ماندی از کیست، همین کلاه را در فرقت که ماندی. اینم چپ شدم. برو تاجک در خراسان ثابت بساز، چپ شدم. بیا میگم در لایف به طرف بیا، ایجا نمیمونی گپ بزنم. بیا در لایف به طرف، اگر تو را ماجر ثابت نکردن به خدا. او بچه می چقدر بیعقل آدم هستی تو. من تو را میگم مدیراتور میسازم، کامره تا واز کو، در کامره چهره تو نشان ندی، در کامره کتاب نشان بدی، لپتاپ بان، پی دی اف کتاب بان، پوش کتاب بان، بگو عزیز جان صدقه شام پیشوری 700 نفر بگو مشکلی مرا نپرتی. من یک بیوجدان نیستم که باز من پرتم تو را. اینم اینجا کتابه که مثل گینی افشاگر که مانده، این تو ورق بان، کاغذ بان، منبع بان، پیشتر سوال کردم جواب بدی. ده اهل خراسان تاجک اهل خراسان ثابت ساختی، ما برات جایزه میتم. خراسانی نیستی تو برادر، دروغ. ایرانی نیستی، دروغ. آریایی نیستی، دروغ. نمیتونی ثابت ساخته. افشاگر صاحب مهربانی بکن. سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم جورتی ها خوشحال باشیم، به هر کجای دنیا کسی موقعات خوب و خوش داشته باشیم. دوستان گرامی، شما صفحه از کتاب ریاضت السیاحه میبینیم، راجع به خراسان صحبت میکنه در این کتاب. اقوامر اگر امکان شما بزرگ جانی صاحب میره جور کنه، یک دقیقه که ما میره جور کنن کم جا ستینگ ببینید از طرف من نمیشه، از طرف خود عزیز پولاد میشه به جا ستینگ و قسمت. خب